3 2 سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشین. امروز اومدم بهتون بگم که من وقتی حوصله‌ام سر میره چی کارا میکنم. خب از جایی که امروز تعطیل بود، دیروزم تعطیل بود، به خاطر آلودگی هوا تعطیل کرده بودن و خب من تو خونه بودم، داشتم یعنی از صبح که کلاس داشتم، دیروزم کلاس داشتم، ولی الان که بعد از ظهر به شدت حوصله‌ام سر رفته و اومدم بهتون بگم که وقتی حوصله‌ام سر میره چی کار میکنم. من یه دونه کتاب رنگامیزی بزرگسالان خیلی وقت پیش خریده بودم، خیلی وقت پیش، یادم نمیاد مال کیه، قیمتش هم 6000 تومان بوده. بعد این توش طرح‌های مختلف داره، بذارید نشونتون بدم. مثلا اینو رنگ کردم دیگه، اینو رنگ کردم، البته نصف است، اینجاهاش سفید مونده، این مونده، اینم مونده، اینجوری طرحاش. حالا من میخوام که اینو رنگ کنم، چون پاییزم هست، اینجا کدو تنبل داره و یه کوچولو حالت پاییزی و اینا داره. میخوام اینو با هم دیگه رنگ کنیم. البته فکر کنم کامل نتونم رنگ کنم، ولی خب آخر ویدیو رنگ شده کاملش رو میذارم براتون. بریم که رنگش بکنیم. هنردرمانی یعنی استفاده از نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی، نوشتن خلاقانه، رقص، طراحی، کارهای دستی و غیره. برای چی؟ برای بهبود احساسات، کاهش استرس و شناخت درونیمون. ایده‌ش هم اینه که گاهی چیزایی توی دل هست که با کلمه نمیاد بیرون، اما با رنگ و صدا میاد. حالا تاثیراتی که هنردرمانی روی انسان میذاره چیا هست؟ این تاثیرات شامل افزایش آرامش، کاهش استرس، افزایش سطح تمرکز، آرام نمودن درگیری‌های ذهنی، تقویت خودآگاهی، مدیریت رفتار، بهبود و تقویت مهارت‌های احساسی، کاهش اضطراب، افزایش اتکای به نفس، افزایش خلاقیت و تقویت توانمندی هاست. هنردرمانی چطوری کمک ما میکنه؟ اولیش تخلیه احساساته. وقتی داری نقاشی میکنی یا یه کار هنری انجام میدی، مغز از حالت تحلیل میره به حالت جریان و احساسات گیر کرده آزاد میشه. مورد بعدی کاهش استرس و اضطرابه. حرکت‌های تکراری مثل رنگ کردن، کلاژ ساختن یا ضربه زدن به ساز بدن رو میبره تو حالت آرامش. سومیش شناخت خوده. تو کارهای هنری چیزایی میذاری که خودت نمیدونی، بعد میبینی و میفهمی چی توی ناخودآگاهت بوده. مورد بعدی افزایش اعتماد به نفس. با هر کار کوچیکی که خلق میکنی، حتی یه کار دستی ساده، مغز حس میکنه توانمنده. مورد آخر و مورد پنجم، بهبود تمرکز و حضور در لحظه است. بیشتر روش‌های هنردرمانی مثل مدیتیشنن. کاری میکنن که به خودت برگردی و در لحظه باشی.
اینم از نتیجه نهایی. اگر این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم با لایک و کامنت و سابسکرایب از من حمایت کنین. خدا نگهدار.